سفر تولدی ما خوش اومدین. امروز قراره که حرکت کنیم به سمت آلمان و یه سفر 4-5 روزه در پیش داریم و میخوام که توی این سفر با من همراه باشین. امیدوارم که از این بلاگ لذت ببرید. بزن بریم. های های. از واجبات سفر دستمال کاغذی. پیگی، اسمش پیگیه. میذاریمش اینجا. من بهتون نشون میدم. این شکلی میارش پایین و به این صورت. اوکی، بسی همه چیو برداشتیم. خودم برداشتم. یه سلام. بزن بریم. سفر تولدی من سجاد شروع شد. اوکی. هورا. بزن بریم. به سرعت برق و باد. باش. بکش. قشنگ بکش. آره بکشش دستش بیاد پایین. آره از اون وری الان بده برد. آره بس دست رو همونجوری نگه داره همونجوری. آره بس مواظب بشید. بزن پرشه بیشتر بس خودش میپره. حالا درش بیا بذارش سر جاش. فکرم سوراخ داره میره تو سولاخ. اوکی هم در ببند. اوکی. اول سفر پشتم ماشینه. اول سفر اولین کاری که میکنی چیه؟ شکم گشتمه. بریم غذا بخوریم. بس کیفتو بده به من. قراره که 2 شهر آلمان رو بریم بگردیم. اولیش براونشوایگ اگه درست گفته باشم. دومیش هم برلینه و همین. سفرمون هم تقریبا 4-5 روزه است. الان که داریم حرکت میکنیم ساعت 7:30. 5 ساعت و نیم اینا تا براونشوایگ چیز اسمش اصلا یادم نمیمونه. تا براونشوایگ راه داریم تا برسیم دیگه. همین دیگه. اولین توقف پیش به سوی دشویی. بریم. دشویی لاکچری. از اینا می‌خوری؟ نه چی می‌خوری؟ هیچ. از این دارو چی؟ چی؟ رجیم نده میده.
در واقع امشب تولد سجاده و رفتم الان یه دونه کرسان برداشتم و شم یادم رفت. شم خریده بودم ولی تو جیب کاپشنم جا موند. داره میاد. ناراحتم. رفتم دیدم شم نداره. زنگ زدی؟ اوکی. بزن بریم به سرعت برق و باد. بزن بریم از اینجا. بزن بریم عشق با داد و بیداد. بزن بریم از اینجا. بزن بریم از اینجا. موهام پف کرده. خیلی زشته موهام بشتی. خوشگلی مای دردافی. کسی 8 و 40 بزن توی چیز. همش پف میکنه. دیگه پف خوشگلی. اوکی اینجوری میگی که من چیز بشم. نه. اوکی بای. توقف دوم آقا سجاد پاش خشک شده بود. زانوش درد گرفته بود دیگه. اومدیم یه ذره همین جایی که تورا نگه می‌دارن توی دشویی و فروشگاه و اینجا جا بریم دیگه. همین اینجا هم نتونستم شم پیدا کنم. چرا نبردم شممو؟ کلا سفر تولدی یه خوبی داره که مثلا یه حس خیلی خوبی داره دیگه. نمیدونم برای چیزی توضیح بدم. همش شده خوشحالی، همش داری تولد تبریک انگار جشنه، همش خیلی خوبه دیگه. ای کاش شمعمو می آوردم. فنس کجا می‌خوای نظر بستی؟ کجا بودم نظر؟ بچرخونش. خب بیشتر بچرخون. خب بنس. آره یه دستگاهی که داخلش کلی قلبه که سنگای قلبی تو این سجاد گذاشت که بداز ببین که چی شان شده. 2 یوروییه. بچرخونم؟ افتاد. حالا بیا رو صورت من. کاش یه ذره رنگش روشن‌تر بود. نه قرمز داره، صورتی داره، سبز داره. این بر منه. خوشگله. اوکی. حالا خب بگی یه ذره رنگ داره توش. فکر کن کلا اگه سبز بود. سبز و قرمزه. نه قشنگ یادگاریه. اوکی. ممنونم بچه. بسی یه چیزی بگم. میخواستم شم بیارم روی شم بذارم. شم یادم رفت تو جیب کاپشنم بود. شم تولدته. میشه لایتر بالا لایتر فوت کنی؟ میشه لایتر کنی؟ بیا فندک تو بده. فندک هم از این زده بالاست. خاموش نمیشه. جون من واقعا یه فندک بزنیم افتاده و دلم رو برده. کسی فرستی با دستمال برمیدارم. یه فندک زیر پام افتاد. کجا میری؟ اومدیم تو ماشین سجاد اینو آورد داخل. گفت بیا بخوریمش. گفتم با اینو خریده بودم خودم روش که چیز بذارم شم بذارم. نمیشه فوت کرد؟ یس شپشم میذارمش روی درجه آخر. چه عمیقه. سجاد بیا تا این گازشو تموم نکردم. این چیه؟
شکر. اوپس. من هر چی تو دستم میاد میریزم تو ماشین سجاد. مثلا شمته. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بسی جلو. تولدت مبارک. خوب شد. بگنیش. واقعا میسته. چشم توش بود. کشتم شده بود گفتم بخور. آخه نوشید جونی. بزن بریم. بخوریم بعد بریم. رسیدیم بالاخره. ریشه کردم مغزم این کار نمیکنه. هرچی میخوندم انگار هیچی نمیخوندم. همینجوری که داره میگذره پف موهام داره بیشتر میشه. همونجوری که میبینیم بسی هنوزم میگه قشنگه. آره؟ خیلی پف کرده. اشکال نداره. نگاه کن تو دورو. اشکال نداره. هنگه؟ اوکی. دیگه رسیدیم. این ور بیارم. دیگه رسیدیم. بریم چمدونامونو ببریم و بخوابیم. اوکی. خوابم. شب بخیر. Stockwerk 1. یعنی چی؟ تولده؟ اوکی.